گفتم خدایا سخت تنهایم. فرمود اگر مرا بپرسی من به تو بسیار نزدیکم. گفتم خدایا بسیار در حالت وزنی قرار دارم. فرمود بعد از هر یک سختی البته آسانی هست. گفتم خدایا آنقدر گناه دارم که نمیدانم چگونه توبه نمایم. فرمود از رحمت خدا ناامید نشوید، البته الله همه گناه را میبخشد. گفتم خدایا از این زیاد دیگر مشقت ها را تحمل کردن نمیتوانم. فرمود البته الله همراه صبوران است. گفتم خدایا هیچ کسی ندارم، تک و تنهایم. فرمود آیا الله برای بنده کافی نیست؟ گفتم خدایا برای تمام این گونه مهربانیت همه هستیم را میبخشم.